السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره کوثر بعضی مفسر میفرمایند که سبب نزولش این است که وقتی که عاص ابن وائل پیامبر خدا صلی الله علیه و ابتر گفته دنبریده، یعنی که اصلا نمانده است و اصلا ندارد. گفته وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و فرزند چون قاسم از دنیا گذشت، همین عاص ابن وائل همین گپ گفتن. الله پاک برای تسلیت و برای آرامش دل نبی صلی الله علیه و سلام همین سوره را نازل کردند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك، بیشک ما اعطینا دادیم برای تو، که برای تو میشه اعطینا دادیم ما، که برای تو اکرمنا اکرام کردیم برای تو، دادیم برای تو کوثر رو. کوثر در لغت خوبی زیاد رو میگن، یعنی نبوت دادیم تو ده، قرآن دادیم تو ده، شفاعت دادیم تو ده، صحابه کرام دادیم تو ده، این بسیار خیلی زیاد. اما معناش این است که همون یک نهری هست در جنت، یک دریای هست در جنت. اینها بعضی گفتن که کوثر پیش از پل صراط هم میشود و بعد پل صراط هم میشود، و بعضی گفتن همین حوض است که در اون جنت است خاصتا. خلاصه اگر که یک حوضی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و میگه که اون به درجه کلان است که همون بگیم پیاله هایی که در گردی آنها هستن برای نوشیدن امت محمد صلی الله علیه و مانند ستاره ها وری همین خیلی زیاد هست که از اون می نوشن. بسیار آب شیرین است که به نوشیدن اون دیگه تشنگیش انسان درک نمیکنه دیگر. الله پاک است که تو آرام باشه محمد صلی الله علیه و بیشک برای تو دادیم چی؟ کوثر را. فصلی، پس نماز بگذار، لربک، برای پروردگارت، وانحر، و قربانی کن. یعنی که پس نماز بگذار، اینجا بعضی میفرمایند که نماز عید قربان در نظر دارد. وانحر، و قربانی کن. این شانئک، بیشک دشمنانی تو، شانئک گفته همون دشمنانی که برای تو غضب میکردن، بیشک غضب کننده های تو، دشمنای تو چی هستن؟ هو الابتر، اون هست دنبریده. تو دنبریده نیستی، تا قیامت نوم تو ذکر میشه صلی الله علیه و سلم بگن، و حدیث های تو ذکر میشود، گفته های تو ذکر میشه، صحابه کرام و همه امت محمد صلی الله علیه و همش فرزندای تو هستن. چی همسرهای تو چی امهات المؤمنین هستن که تو دنبریده نیستی، بلکه دشمن لعین تو دنبریده و خار ذل است. گفته الله پاک آیت نازل کرد. از اینجا چندین استفاده ها که همین است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در همه گوشه و کنار مسلمان ها هر یک ثانیه، هر یک دقیقه قریب که 100-200 بار نوم نبی صلی الله علیه و سلم ذکر میشه و او صلوات گفته میشد. و دیگر این است که هر نفر وقت از دنیا گذشت، نوم خیری و خوبی و پیروای اون که موندن، اون نوم کنده شدگی نیست. وقتی که علما کتاب ها نویستن، حدیث ها نویستن، فقه نویستن، تفسیر ها نویستن، نوم آنها تا قیامت ذکر میشه، رحمه اللهش میگن. اما انسان اگر که جاهل و بگم که یک انسانی که به علم بیش در دین الله اگر فایده نرسانده باشد، او با مجرد نومش از بین میرود دیگه، همین که مرد نومش کنده میشد. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خدمت کرده بودن در دین، چقدر کوشش ها کرده بودن تا قیام ساعت صلی الله علیه و سلم میگن و نومش میگن صلوات میگن و با خوبی با خیری اونا یاد میکنن صلی الله علیه و سلم. و صلی الله خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین.